درود بر شما دوستان برادران عزیز. این برادره که صورت شده جا موندگیم سیدعلیف پیراحمد جمعخانویچ. سال تولدش 1985 بوده. سال 2021 دشنبه ده محله گیپرزیم ده کار میکرده. هموجا باری آخران قطعی خانگیاشون گپ زدگی و هموجا 500 سومون به دست کدام همسایشون خانگیاشون ده روی کرده. به همین تمام بینام نشان شدگی در دری وطن خودمان بینام نشان شدگی. های چند برو میکوان چندین جهود مراجعت میکنه. پدرش چندین مقامات مراجعت کردگیم برای گفتنش، ولی متاسفانه پیداش کرده نتونستگیم، پیداش کردگی نیستن. نه خط و خبر گفتیو گپا، نه خط خبر شایگان جو نیست. التماس برادرای عزیز، ویدیو را پهن کنین، پدیلیت کنین، روی کنین با تمام یار و دوستا رفیقاتون. شاید همین ویدیوی ما سبب شوه و همین دودرمان پیدا شوه. این دودرمان از ناحیه واسه بوده، ایدههای چارباغ. انا دوشنبه کار کنی اومده در استرویکا رزنرباد چی کار میکرده. همون سال 2021 ماه فیورالش آخران بار پول روی کرده به دست کدام همسایشون خونهشون. بعد هوای بینام نشان نه زنگ نه خبر نه هیچی نیست. خلاصه همی آدم امیدوارم به طرف نمیشیم. ویدیو را پهن میکنیم، پدیلیت میکنیم. کم تر هوا ابرناک تاریک های، ممکن ویدیوم کم تر تاریک تر بیاید. تاجیکستان در این روز بارون، هوا بارونی. هرچی همین دو روز اید هوا بارون بود. کودکانه که ایدی خوشرو کردن، خودمون هم ایدی خوشرو کردیم، گشتیم، خیلی گشتیم. وار که چند سال بود تاجیکستان در این خیلی کرگی نبودن. همین ایده خیلی خوشرو گذراندم الحمدلله. این ایروز با هوا بارونی کرده کم ترک برای اول ویدیومون تاریک تر میبیام. عذری زیاد. چیز دیگه یادم برو ما در همین ویدیو گم همین اکمان اویلدار صاحب 4 فرزنده. صاحب 4 فرزنده، اویلدار، اویله خوب داشته. زندگیش هم خودش بیچاره کار میکرده، میبرده زندگیش هم زندگی خوب ده. یکی بارا گم میشه.